دوستو از یعنی که است کمپریشال اینی هم که است ای بچه‌ای که در کمپریشال کار نه دستگاه روشن نه اینالی داره روشن نه تا که کاری دو تا برمه را بفته را افتاد اوکی به نام خدا با سلام دوستای عزیز و بیننده های گرامی دوستای عزیز سر سرک پروژه مردمی منگور آمدیم که قسمی در تصویر معلوم میشه این سرک هم کوی 360 متری است که حدود 2 سال میشه اینا تمام است و تمام نشده و فعلا هم که است فقط یک پایه از سرک انداخته فعلا زیاد کار زیاد مانده و دوستای عزیز شما من تا آخر بیننده باشید که تا ما از کارگرها گزارش داشته باشیم که مردم چیز گفتنی ها داره. خب دوستا و بیننده های عزیز قسمی که در تصویر معلوم میشه یک دونه برمه در اینجی ساحه کار مونه و یک دونه برمه دیگه هم در یک ساحه دیگه کار مونه و اینجا هم آقای موسوی رو با خود داریم که مدیر مالی بودجه از این سرک مردم منگور بوده. سلام علیکم آقای موسوی، خوب هستی؟ بخیر سلامتی؟ علیکم سلام جامان، تجاره بخیر است؟ بهتی بگویی؟ شکر. آقای موسوی چطور هستید همراه کار؟ همراه کار کر میشه یک روز. خوبه که بسیار خوبه. کار فعلا در چی مرحله ای رسیده؟ کار تاثیر نسبت نشده. نسبت نشده و فعلا که قسمی در تصویر معلوم میشه فقط یک ذره و یعنی ردی پایه ازی دید پیدا کرده که می حالا در آینده شاید یک سرک شه و همون قسم معلوم میشه نه؟ یک دیره وصل شده یک پایشی دیگه. دوستای عزیزم اینطوری که در تصویر میبینه دیگه این سلامت تاثیر سلامت. آره این بسیار زیاد منده به این همی آقای موسوی چقدر دیر همی دیره که در همی ساحه هست همی دیره چقدر دیر وصل شده حتی که خیلی کم معلوم میشه؟ حتی خیلی کم معلوم میشه، حدودی 20 روز 25 روز این کار است. دو برمه بده این منطقه کار میکنه. دو برمه در بلیزی منطقه کار میکنه. بعد حدودی چند نفر در روزی در این ساحه کار میکنه؟ حدودی 10 نفر است، 15 نفر است در روز این خنجه برمکارا خیلی یک 18 نفر در این روزا مشغول کاره. و چند نفر از اینا مثلا حدود دائمی کاره و چند نفر از اینا به عنوان مردمی میه که کار میکنه که سرک تمام شود؟ دو نفر برمکار، 2 نفر خنجه برمکارا، 4 نفر یا روزمزی داره دیگه. در روز یک گروه یا 2 گروه از مردم ملت رایگان میاد کو کار میکنه. رایگان بسیار عالی. خوب این رایگان بعد این مردم هر گروه چند نفریه؟ هر گروه 7 نفر. اوه خود 2 گروه یعنی 14 نفر اینا میشه. 14 نفر اینو بودم 14 نفری که یک تعداد دیگه اونجا بالا در دو ساحه برمی دیگه کار میکنه. بله یک تعداد دیگه یعنی دیره از بلند که انفجار داده دیره را خراب کرده، دیره را دوباره استوار گپ زدن که دیره را دوباره خوب پخته از نو دیره کنی دیگه که دیره را از نو دیره میکنه دیگه. اون 2 نفر دیگه اونجا گرفتاری برمه است، یک برمزونه یک کمگرش که یک شیلینگ میلینگ بکشه، یک دمدستی هم برمزونه بده. بله و آقای موسوی حدودی فکر نی اینالی یعنی تقریبا یک و نیم سال رفت این سرک دیگه. آره و انشالله که تا تیر ما را به نظر تا حالا کاری کنه که وقت پیش بینی نمیشه کرد اگر بودجه خوب صحیح برای از این مردم فراهم شود برای شما فراهم شود میتونید کنه ده یا نمیشه موشه یا نه؟ بودجه اگه بشره ولی این مردم فعلا از نگاه مالی خیلی ضعیف هستند، حتی توان یک پوچه نداره، توان یک کریدیت نداره که در خود بخره. پاکستان هم کارش فعلا رفته نمیتونه، در یوسف هم کار نیست، در بین منطقه هم کار نیست، ایران هم دوستا رفته نمیتونه، همه مردم در خانه ولی از لحاظ اقتصادی
به حد از حد تر ضعیف است. درختای مردم امسال بار نداره، کشت سم نداره. دیگه منتظر کمک های خیرین هستیم که خیرین محترم این مردم بازم دستشوی بگیره. مدت 1 سال از نقطه دنیا دست از این مردم غریب و مظلوم گرفته. امیدوارم از این به بعدم تا این سرک سر نشده خیرین محترم دست از این مردم بگیره که سرک به سر برسه. یکی از نقطه دنیا از قبیل پول نخت و دسکش، نظر، پول، جبل مردم کمک کرده. یک جهانی سپاس و تشکر بسیار بسیار فراوان از انجینرهای بسیار مهربان و عزیز آقای نجیر که در قدم اول آمده سرک نقشه کرده و لیول کرده و تشکر بسیار فراوان از آقای اخلاقی زاده عزیز که در این سرک آمده مردم یاری کرده، کمک کرده، گفته که نموشه وجود نداره. این مردم هم کار کرده و واقعا گفته آقای اخلاقی است که نموشه وجود نداره. حالا این امید است که این سرک کار شود. و تشکر بسیار فراوان از آقای بختیاری عزیز که از راه های دور آمده دست مردم گرفته و این مردم کمک کرده. و تشکر بسیار فراوان از آقای اخلاصی عزیز که چند پیش آمد این سرک ویدیو کرد، احوالی از این مردم گرفت. باز امیدوار هستم که آقای اخلاصی عزیز بعدا بیاید اینجا بازم احوال از این مردم بگیره و این مردم کمک کنه، یاری کنه تا این سرک به سر برسه. دوستای عزیز، همونطوری که ما رو در ویدیو مشاهده میکنید ما مدت 1 سال 1.5 سال است که در این سرک کار میکنیم. آقای اخلاقی زاده عزیز که مردم منگور وعده بیل داده بود پارسال که پارسال نشد و امسال هم گفت که ما در اول بهار که برف سیاه شد انشاءالله به قبیلای منگور بیل میدیم، ولی تا هنوز که بیل مشخص نیست که این مردم هم زیاد منتظری کشیده که آقای اخلاقی زاده کی بیل میده، آقای نجیر کی می این مردم غریب مظلوم یک بیل میده. ولی این مردم از لحاظ بیل بسیار گلایمند است که برای خوجنکپا 1 سال بیل داده شد، برای چیچو 1 سال بیل داده شد، برای پشغار تا که لیول شد بیل داده شد، برای مردم کوکدره هم شنیدیم بیل داده شده. دیگه آقای اخلاقی زاده عزیز اگر صدای سید مولای قول میشنوه دست از این مردم بگیره، خود چی بیه یک دونه بیل برای از این مردم قرارداد کنه که سرک کار شونه. دیگه تشکر بسیار فراوان از چینلای عزیز و محترم، انجینرهای عزیز و محترم و خیرینی که صدای بنده رو میشنوه بازم دست از این مردم بگیره، این مردم یاری. Saya nanti tiga tentu kata. Azu terasa kabis deh. و یکی از برمایی قبلا هم گفتیم دنیزی ساحه کار نه و یکی از برما در اون طرف کار میکرد که ویدیو اینچه ثبت کردیم. اما برای شما میلیم دوستای عزیز بسیار جاهای سخت است که واقعا
خطرناک است و مردم بسیار با سختی و مشکلات در اینجا کار نه و دوستای عزیز تا آخر ما را بیننده باشید تا که باز هم از این مردم گزارش داشته باشید. خدا داد بازم کار حالا چای خودم